سلام دوست من، حالت چطوره؟ خوش اومدی به پارت اول ادبی فتوشاپ. امروز اومدم به تامنیل زدن یاد بدم. همون کاورای گوگلی مگولی هستش که روی ویدیو قرار میگیره، باعث میشه که اون ویدیو جذاب به نظر برسه تا مخاطب اون ویدیو رو بیاد و ببینه. و قبل از همه اینا لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه که بزرگترین حمایت که میتونید من بکنید. دم همتون گرم. بریم سراغ آموزش خودم. خب وارد محیط کارم میشم و اینجا من گزینه create new رو میزنم. وب 19 20 80 و اینجا رزولوشن 72 پیکسل RGB کالر HB و وایت اینا رعایت بکنید در پیکسل و من کرید رو میزنم. اینجا ببینیم من باز میکنه کنترل 0 بزنم که تمام صفحه برای شما بشه و این آرت بوردی که برای من الان ساخته و من الان از این بخش عکس دارم. عکس خانمی رو اد بکنم، میتونه عکس خودتونم باشه. اینجا در سایت آنسپلش برداشتم، لینکش براتون میذارم. شما بتونید روی همین عکس ها انتخاب انجام. البته اینم بهتون بگم که این عکس یکم حالا جالب و اونطوری نیستش و بهتر که یه عکسی باشه که پشت دیواری سفید بشه. حالا من دیگه اینو براتون آوردم ببینید دیگه. حالا من جزو سخت تریناست ببینم چی دیگه میشه. حالا من اینجا رو بهش اد بکنم با کلیک سلکتن ماسک رو میزنم. این عکسی که شده و من یکم اینجا رو میخوام بهش اضافه بکنم، تمیزکاری بشه یکم این همچین چیزی و تقریبا همین شده به نظر کنم خوب شده. و حالا یکم اینجا شو باید خالی بکنید که توی حالا اون بک‌گراندتون نشون میده که واقعا انگار این کانون پشت همون بک‌گراند رنگیتونه، مات نباشه اینجاش. و دیگه همه رو رد کردیم. یکم حالا اینجا رو خوبه به نظر خودم و حالا این مو یه تیکه موها رو رد بکنم و به نظر خودم خوبه. خب بعد از اینکه همه اینا تموم شد توی گزینه اوکی کلیک بکنیم و این حالا عکسی که شده با ابزار موو من این حالا انتقالش میدم به پروژم و اینجا میزنم. حالا خیلی بزرگه، آلت میام عقب اینجوری کوچیکش میکنم. من دیگه دلم میخواد وقتی اینجور دوباره کنترل 0 بزنید و حالا من اندازش رو ساینسی هلوش نمیکنم باشه. به نظر خودم خوبه. تقریبا خوب شده ولی تمیزکاریش با خودتون. من زیاد نمیخوام وقتتون رو بگیرم بخاطر این کار. حالا شد عکس الان این خانوم و من الان میخوام که تایپ بکنم و تایپ فارسی، چون من الان پشتیبانی نمیکنه بعد سری کارا انجام بدیم که دیگه فتوشاپ ما رو بشناسه. روی ادیت میزنم، گزینه پریفرنسز، تایپ، من چون نسخه 2019 و یا پایین‌تر رو اینجا نوشته میدیل ایسترن اند ساوت ایده، ولی حالا اگه نسخه 2020 بشه نوشته که ورد دیلی. حالا من اینو میزنم و اوکی میزنم. الان یه پشتیبانی میکنم. توی گوگلتون هم میتونید راحت‌تر سرچ بکنید که مثلا دانلود فونت فارسی یا الان براتون میاره دانلود بکنید. من ابزار تکستم اینجا انتخاب میکنم از بخش ابزارم. متن اینجا برای من مینویسه، رنگش رو میذارم مثلا قرمز و بنویسیدم پاک میشه. من از فونت ایران سنس استفاده میکنم. بله اینجا ببینید که فونت پولی هستش. حالا من اینجا می‌نویسم واکنش یه ویدیو های خنده. حالا مهم نیست همینطوری من کار میکنم. بعد اینکه اینو انجام میدم مثلا میگم آره این الان خوب شد. مثلا این رو رگولار به بولد تغییر میدم که داره ضخامتش بیشتر بشه. حالا بک‌گراند رنگی ما نیاز داریم. من میام الان اینجا توی این بخش میتونم همینجا با دست رنگ همینجا رنگ بکنیم. من اینجا راحت میتونم یه دونه لیر جدید باز بکنم و راحت بنفشش کنم. این هنوزم زیرش ببینید لایه بیسه، اینو بره زیر ببینید باز شد. داره بنفش و الان تموم شد دیگه. کامل اجزای کنم بنفش شده لایمو دستاش و تموم شد. ولی خب در این جذاب اونطوری نیستش. از گریدینت استفاده بکنید. گریدینت به شدت جذابه. من اینم از اونجا پیدت بکنم لیر جدید باز میکنم میذارم زیر همه که بقیه بیان روش نشون بده. رنگش میام از اینجا مثلا یه رنگ
صورتی میذارم و ضبط من از اینجا میام مثلا فکر کنم خانوم باشه از اینم استفاده میکنم و به این صورت شد که میبینید که چقدر راحت میشه یه تامنیل خیلی خفن و جذاب زد. حالا دیگه خودتون هر چقدر که دوست دارین اد بکنید، مثلا یه تیکه از ویدیوتون که حالا یه کار خنده‌داری داره که انجام میده میشه اد کرد. کلیت کار همینه. تو آموزش‌های بعدی بهتون میگم که ما چطوری میتونیم یه صورتی رو به اصطلاح جابجا بکنیم با یه صورت دیگه تا هم جذاب‌تر بشه. ویدیو خوشت اومده این ویدیو رو حتما لایک بکنید، نظرتون توی کامنت برای من بنویسین، شیر کردن برای دوستاتون فراموش نشه. به ویدیو بعدی همه شما رو خدای بزرگ بسپارم. ایام بکام. خدا نگهدار.